ياسمين، راح تكون كتير مبسوطة لأنك هون هلأ. لما أنت بدك تموتي هي راح تجي لهون. حاضر چسبی دهانت را میکشایم اما داد نمیگویی. به تو معقول؟ من یاسومان نیستم. فکر میکنی نمیدانم، لیکن با او خیلی مانندی. التجا دارم، التجا میکنم. از این خاطر در روزی تولدی یاسمین در وقت ساعتش میمیری. وقت نزدیک می شود. خوش باشید. ساعت چند شد حالا هم بیدرک؟ خانه نرفته است. اینجا هم نآمده است. کسی خبر ندارد. کجا شد این دختر؟ اگر یگون فلاکتی میشد خبر میافتیم. نمیدانم که برای نجات یافتن از هواپیما خرسند شویم یا اینکه برای گم شدنش غمگین شویم. استاد میبخشید اگر قش ما رو ممکن؟ ای بچه، اینجا عاقلخانه است مگر؟ یک بچه کلان تق تق نکرده میدروی. میبخشید استاد. ها، بخشش گفتی و با همین کار تمام شد؟ استاد میدونم وقتش نیست اما بیا رفتیم. حالا هم از پینار خبری نیست؟ نه، گویا که به قهر زمین در آمده باشد. فهمم. استاد پگاه روزی تولد عایشه خواهر نرگس است. آخر هفته است. فکر میکنم که شما هم آمدن میخواهید. میدونید که نرگس شما رو خیلی دوست میدارد. مراد، احوال خودت میدانی. یگون پیشروی دیده شود و از این درد خلاص شویم حتما من میآیم. استاد در اصل باز میخوام یک چیز دیگر را پرسم. چه هدیه گرفتنم را نمیدونم. یگون چیز نیافتم. شما چی توصیه میدهید؟ از همه بهتر آن چیزی که دلت میخواد، لیکن اگر خواهی هدیه را از نام هر دویمان من میگیرم. خب معلم شما بهترینه. استاد سورپرایز را فراموش نکنید. مایلش خیلی تو بزدید. نرگس اصلی خواهش دارم. چی خواهش؟ در این دیس نوارهای مکتب است. باید در فیلم کوتاه جا کرده شود، لیکن تاریخ روزش عوض کرده شود. تاریخ روز گفته؟ در نوار نوشته می شود که این نوار از فلان تاریخ. خوب، لیکن من تجهیزات ندارم آخر. ایها نباشه من از خودم را به تو میدیم. می شود؟ می شود. تشکر. کجا بودی؟ دستشویی رفتم. بیا رویم نباشه. همین مسئله پول سرم رو گرم کرد. کی پول دارد که باعث داشته باشی؟ این وقتایی با پدرم بودم به هر وسیله صاحب پول میشدم. مسخره نکنید. به پول نه آبرو داری نه نام و نشان.
آهسته راه گردیم تا این احمقا گذرن. بیا رفتم. از کشتنی من فایده ای به تو نمیرسد. مرگی من نمیدونم کی رو زنده میگردوند، اما یاسمین رو بر نمیگردوند. دنیا چونین بی‌وفا است. خواهرم بود، خواهری زیبایم. هرچند من مردنی او رو نمیخواستم، اما مرد. مادرم گفت که تو او را کشتی، لیکن من گناهی ندارم. فهما، تو تنها آرام شو. من به تو باور میکنم، همه گفته هایت رو باور میکنم. دروغ. کسی به من باور نمی کند بغیر یاسمین. این آخرین امتیازم. اگر تو را نکشم در وقت و ساعت روز تولد یاسمین وی بر نمیگردد. دیوانه میشوم. هیچ چیز رو نمیفهمم. تا حال از او خبری نیست. در اینجا مثل کسی دست و پا بسته کاری نکردن مرا دیوانه میکند. معلم آذان با صبر باشید، خودتون رو نگه دارید. پلیس ها حتما پینا رو مییابند. فکر شما هم پریشان. من نیز از این واقع مشوشم و نمیخواهم معلم آذان فهمند. کمی فکرتون رو به دیگر چیز بند کنید. دیگر چیز رو فکر کنید. مثلا دادرتون رو. یکون خبری هست؟ فکر دادر هم پینا را پیش نظر می آورد. نفهمیدم. شاید بپرسید، پینا را چون خواهر خود دانستم، اما خواهرم نبود است. تنها یک تصادفی که در دستش پای داشته است. پگاه با مایدهک چه هدیه میگیری؟ پگاه زادروز آیشه؟ میدونی؟ تو از کجا میدونی؟ آیشه 22 دکبر، محمد 9 اکتبر، تو 24 مای. فراموش نکرده ای. همه تاریخ خود در خاطرت میماند. تنها بعضی از شما رو. چرا از ما رو فراموش نکرده ای؟ یعنی از من و دادرهایم. زیرا من آیسترانی نمیشود. زیرا تو چی؟ زیرا من حفظ کردن تاریخ را دوست می‌دارم. بیا رویم نباشد، وقت هم گذشت. سحر با من یک مراتب سوال کرد که پگاه در روزی تولدم چی سورپریز میکنی؟ پس سین 5 رمضان آسان نیست. سین سال وزنی. خیر سورپریز میشود. شیرینی میکنم، اما اگر بیند این علاقه سورپریز نمیشود. این خیلی باشد آنها را به باغ میبرم. انسان خوبی مراد.
تو چی؟ فکر میکنه که از این کار باز کنی رها میافی؟ اکای مراد بهتر نشد زود با خونه ما می اومده و باغ میرفته. اپام دایم دبایش ما باغ میزند. راست؟ میساک چی میگه؟ اکای مراد دبان آمد. لازم ما با مکتب میرویم. بچه ها و یک جایه به باغ میرویم. مایلش در اسپکو سوار میشه نه؟ اکای مراد چهرهتون سرخ شد. زود باشه. یک بار بخت برایمون میخندی. ما هم صاحبی ماشین میشدیم و نزد دخترمون فخر میکردیم. تو ماشین رو در خوابت میبینی. این خیلی نگو اکا. تقدیر برای ما هم میخنده نه؟ البته میبینی. این همون رمای ما نیست؟ نه و با مثل اخلاش رفیق یافته است. در این سین سال اخلاش تنها به فریبیدن کودکان میرسد. رفتیم کودکان رو نظارت کنیم. باز هم تستر اکای مراد. باز هم تستر. نه اگر رفته رفتون مرا نمیمونه زندگی کنم. مایلش بچه ها من در همین جا مایلش شما بازی کردن گیرید. بیا رویم اکا. شما روید من کمی دیگر نگاه کنم. رفتیم. سلامت باشید تشویشتون دادم. هیچ گپ نی. مرحمت کلیدتون. تشکر شما نمیدروید. در این وقت غمگینی عائله پینار رو ناراحت نکنیم بهتر. شاید یکون روز دیگر. اگر از پینار خبری شد البته خبر میدهم. بار دیگر تشکر. ببخشید. مرحمت خاله جان. خدایا اینقدر کودک‌های زیبا برادرهایتان. دادرهای رفیقم. امروز من آنها رو نگهبانی میکنم. مادرشون چی؟ مرده است. اکای مراد پیشاب دارم. رفتیم نباشد. نمیخواهم رفتن. نمیخواهم. ای خدا. خاله جان من این رو به حاجت خانه برم. شما کودک دیگر رو 5 دقیقه نگاه کنید. مایلش نگاه میکنم. تو خوش رو چه بازی کردن گیر. مایلش مازید میویم. بیا رفتیم. خوش آمدید. چی خدمت کنم؟ سلام علیکم. برای یک دختره که خودکک توفه گرفتنیم لیکن خودتون چی انتخاب کردید؟ باز خوابت نبود. سکشون همه جا تاریک میشه من میترسم. این برای تو دیگر شبها نمیترسی.
این چیست؟ برای آنکه زود خوابت برم. تشکر اکنون میدونم که چی توفه ای گیرم. آیشا ماما از کجا میدونید؟ درباره تو همه چیز رو میدونم. حتی میدونم که پگاه روزی تولدت. شما کی هستید؟ بیا برای روز تولدت هدیه گیریم. بازی چه حالخ تکالی بازی نوه. رفتیم. بیا رفتیم. آقای مراد آیشه کجاست؟ نمیدونم محمد. میبخشید این دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ نه ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ خدایا دیوانه میشوم. لبای معلم منم مراد. شد مراد مسئله هدیه حل شد. این مسئله نه معلم. با دلارهای نرگس با باغ اومدیم تماشا. آیشه رو نمیابیم. گم کرده ایم. چرا گم کردی؟ نمیابم معلم نیست. چیکار کنم نمیدونم اکنون. همه جا رو دیدم. ایستگلی آرام شو. من میایم. مرا انتظار شو. مالش معلم. در کجای خونش هم بود؟ ها شنفا اینجایم. اینجا یکم دخترچه خردکک رو ندیدید؟ نه ندیدم. نیست معلم. در این طرف هم نیست. کسی ندیده است. در کجا باشد؟ نرگس مرا میکشد. چکار کنیم؟ نرگس شاید خانه رفته باشد. چقدر گم کردم. این چی گم کردم؟ نرگس آرام شو. این کاری تصادفی است. معلم چقدر آرام شوم؟ خواهرم نیست. بعد از باغ یکون جایی میرفتگی دارید؟
یا نزد یگان کس؟ نه معلم، یگان جا رو نمیدونم. نرگس باید به پدرت خبر دهیم. به پدرم چی میگویم؟ افزودمی هواپیما بینان از چند نجات یافته است اما تا حال از او درکی نیست. مسئولان دختر جوان را لبه تاکسی؟ دادا دخترم؟ دادا زود به خونه بیا التماس. چی شد دختر؟ یگان چیز بد شده است. آیشه نمیدونم کجاست، در باغ گم کرده. چه گم شده است؟ چه میگویی؟ نمیدونم کجا رو کوبیم. زود میایم. از خونه نبر اومدم. تیزتر بیاید یک جای میکوبیم. مایلش لیکن در بیرون تاکسی نیست. یک ماشین است که لیکن راننده نیست. دادا میدونم که بعد از صدمه باری ماشین نرانده اید، لیکن با ماشین کوفتن آسان‌تر میشود. التماس دادا زودتر. خب چقدر نوشم دستایم بکشو. تو چی مرا احمق فکر کردی؟ نمیخوام. اختیارت من خودم میشم. برای توفاهاتان تشکر. مبارک شود. اکنون خانه رفتن خواهم. چرا؟ نمیخواهی با من باشی؟ اپم رو یاد کردم. میدونی چی؟ بیا یک جای رفته خوراک خوریم. سمبوسه یا چیزی که دلت میخواهد. نگوی رفتیم. خانه رفتن میخواهم. کودک دزدیدن جزای جدی دارد. خطا نکنم از 10 سال زیاد است. تو چی ها میگویی؟ وای دختری من است. نه مادر نمونده است. شما خودتان شنیدید؟ اگر راضی هم میشد باور نمیکردم. شما رو در بیرون مکتب دیده بودم. بعد در باغ البته که باز بردن آیشه رو دیدم. یک فکر کنیم مادامی که آیشه خواهر نرگس است، پس برای دیدن نرگس بیرون از مکتب او را نگاه میکرده. لیکن مادر آنها نیست. مادرشان مرده است. تو چی میخواهی؟ مقصدت را گوی. خوب شد از آقای مامور. تشکر. تا 24 ساعت نگذرد چون گم شده ایران نمیکنم. چه شد؟ خبری هست؟ دادا نه خبری نیست. آرام شو دخترم. میابیم. معلم چه شده است؟ در کجا گم شده است؟ در باغ بازی میکردند. آقای شر به محله تقسیم شویم، شاید یابیم. دو رفته نمیتواند. مایلش معلم، من با ماشین آمدم. نباشد مراد، تو طرفی مسجد بیرو، کوچه ها و باغ ها را با دقت از نظر میگذرانی. خوب؟ مایلش معلم. من این طرف را میکابم. نرگس تو و محمد در خانه بمانید. من هم بخیر است انشالله.
بیو جونکم بیو ای دخترم بیو نگاه کن اینجا افیون، اینجا 2 سال موندم، حالا هم کودکان اینجا مرا میکوبند. خیلی زیبا. در اینجا هم علی هست با رفیقانش. همونه که از طرف چپ. چقدر کودک شیرین. کاش که همون وقت رو میشناختم. چقدر جدی است. اقلا تبسم نکرده است. از برادرانش جدا بود. شب و روز همیشه از آنها مکتوب انتظار بود. در چشمان معلم علی دایم غم. صاحب قلب صمیمی است و بسیار غمخوار است. میدونم. بابا جان، من به شما چای دم کنم؟ مرحمت معلم. تشکر. جانکی من. اگر با تو یکون گپ میشد من چیکار میکردم؟ با الله هزارها بار شکر. آیشه جان، با تو سوال دارم. بعد از باغ کجا رفتی؟ بازی میکردی؟ بله. خودت تنها گشتی؟ در نظرت کسی نبود؟ یه خاله بود با من لباس بودی که خرید. گفتی تقاضات روز داری. اوی بسرمون چی بلاها آمد. و این خاله رو میشناختی؟ همان زن رو قبلا دیده بودی؟ با اپات، دادت و یا با خاله حسنیت بگوی؟ آفرین به تو. آقای یشر، این زن کی باشد؟ نمیدانم. نرگیس؟ معلم به خدا من هم نمیدونم، حیران شدم. آیشه رو تا به خانه رسانیده است. معلوم است که آدمی بد نیست، لیکن باید مواظب باشیم. معلم آزن؟ الو؟ معلم علی، فینا رو سنجر دوزیده است. از ثبت نواری فرودگاه دیدم. شما چه ها میگویید؟ وقتی شام به سوی دهه جمهوریت به انبوری برده است. من با پلیسا به آنجا میروم. چی؟ به کجا؟ به کجا میروید؟ همین که به گردش دهه جمهوریت رسیدی زن زن. شد. من به آنجا میآیم. باید هر چی زودتر بروم. تنجیست معلم؟ جای پینار معلوم شده است. پلیسا با آنجا رفتند. معلم تعجیلی باشد من برم. آقای یشر خیلی خوب. إذا ما بضايقك هیچ گپ نه معلم. گید. خاله نقد بود من نترسیدم. به حسیفا خبر میدم. خیلی غمگین بودم. معلم خیلی شد راستی ماشین نمیرانند. انشالله زود میرسیم. آقای یشر، لطفاً با دقت باشید. کاش عاقبت کار به خیر شود. بله معلم. شکر این ترس هم پس سر شد. بزرده راهند جاتایی وز کن. تو نترس. من مزه این رو در بیمارخانه زیاد چشیدم.
از این پس من چیزی که گویم همان رو میکنی. میبخشی کمی دخلی کردم. من همه بودم چنین میکردم. حق بر جانب توست. برای بخشیدن تو پگاه به خانه میویی، خانه رو یک جای او رو میدهیم. لبای گو کن. شنیدم پینو باز همون دیوونه دوزیده است. پلیسا حمله کردن. خلاص میکنن. تو حالا در کجایی؟ در اینجا با رفیقان صحبت داشتم. اونها گفتن. اونها کی گفته است نمیدونم. کی گفت نگفت اهمیت نداره. تو بازدی. میبخشید دیگر دور رفتن نمیتوانید. حادثه شده است. دیگر کسی را نمیمانه. میدونم. من رفیق خانم پینار هستم. مایلش لیکن پیاده میروید. معلم من چیکار کنم؟ آقای یشر شما خیلی زحمت کشیدید. تشکر. باز از کارتون دیر نمانید. خدا نگهبان. انشالله خانم را نجات میدهید. سنجر میدونید که آنجایی. به بیرون برو. تسلیم شو سنجر. چی شد؟ چی گپ شد؟ در یاده است. انتظاریم. با دقت همه میرسونیم. در دست سلاح دارد و باز گروگانی دارد. همه با دقت باشید. گوشوید. میدارید. تازه پلیس هیچ کس نیست. تازه اینجا هم تازه هیچ کس نیست. خب رفتیم. کمیسر اینجا هیچ کس نیست. خالی است. به همه رسونید. اینها از خانم پینورند؟ بله. معلوم می شود که از دستمان رفتند. گریختند. برای کار اولین مشتری پیدا شد. با کجا میرویم جناب؟ تو راندن گیر بعد گپ میزنیم. خوب شده است جناب. خانم ایلاتان به من شناس مینماید لیکن نمیدانم از کجا. شناس بودنش احتمال ندارد و اینم از خارج آمده است. خواهرتون خیلی خوب. من هم دو دختر یک پسرچه دارم. انشالله مثل شما یک دیگر فهم میشوند. خیر شد گپ رو زیاد نکن. ما انتظاریم. شاید وی دیوانه کیها جان پینو رو گرفته است. اگر این کار رو میکرد بر وقتتر میکرد. مقصد این آدم دیگر چیز است. کجایی که نروی آنجا علی حاضر است. فکری او را مکن. پینو رو باید هرچی زودتر یابیم. میراث از دست میرود. میراث. اگر پینار مرد چی میشود؟ میراث صدقه میشود. باید یگان علاج یابیم. چی باید کرده؟ چی کار کرده میتوانیم؟ پلیس همه جا رو جستجو دارد. نباید شنید. اعلان. ها اعلان دادن لازم. اعلان گم شده. یابنده رو مبلغ میدهیم. در حقیقت درست. این به فایده کار است.
خوشنودم. خرشو یک زودروز بود است. نه تنها این. پدرم بعد چند سال باز به سر چنبرک نشست. انشالله دیگر روزها هم می شود. فکر میکنم که همه کار شد. تو اومدن خالای حسنیه و دادن بیا نوارهای ثبت کرده جرین رو ببینیم. مرحمت اپا خدمت ببخشید نفری رو که با تلفن ها جواب میگفت. اکا یشر رو ها اکا یشر اکنون با تاکسی میگرده. نه خوب. بله ما هم حیران شدیم. یکم خدمت بود. مرحمت. کودکایش من رقم تلفنش رو ممکن است؟ کسی ما رو در اینجا نمیابد. اگر تمام دنیا رو کابندم اینجا جایی است که به گوشه خیالی کسی نمی آید. فهمو؟ میدونید معلم اگر در اعلان مبلغ قید شده باشد همه بر رسم بادی خط نگاه میکنند. درست حقیقت را میگویید. لیکن انسان باید کمک کردن را از همه چیز بالا داند. کسی این کار را کند هم پول مییابد و هم کار خیر میکند. معلم آب بیارم مینوشید؟ نه معلم تشکر. مسئله مبلغ خوب نشد. اگر پینو رو یابند از ما پول طلب میکنند. بچه همین سنجر دیوانه رو اکای پینور مخصوص سپارش نداده باشد برای میروز برای پول مال برادرش. آقای علی چی شد؟ نه هیچ چیز. از دستم افتید میبخشید. مایلش هیچ گپ نی. حاضر میروم. الو؟ فهمو میروم لیکن رقمی مرا از کجا میدانید؟ لیکن زودتر بید. الو آواز همون در استانبول پخش شده است. لبای سلام معلم علی. با تحلیل زادروز میرسیده باشیم. مراد اول یک دوستم را میبینم و سپس حتما به نزد شمایان میآیم. خوب مالش معلم پینا رو هم نیافته ای تا حال. بچه ها گفتن؟ خیلی افسوس. خیلی معلم خدا نگهبان. با کی صحبت داشتی؟ ممکن با زادروز یک مسافر دیگر آید؟ کی؟ نمیگویم وگرنه سرپریز نمیشود. عجیب. بیا نوار رو ببینیم. بیا ببینیم. تو تماشای فیلم را دوست می‌داری؟ بله بسیار دوست می‌دارم. نباشد یکم روز سینما می‌رویم. کی؟ یکم روزی نزدیک. مالش. روز بخیر خانم. سلام یشر. نسرین؟ با کدام رو پیشم میبرایی؟ تو چه خیل آدمی؟ چند سال صبر کردم.
اما دیگر صبر کردن نمیتوانم. فرزندهایم را میخواهم. جا نوقت دارم که فرزند داری. سالها کجا بودی؟ پرتفته رفتی، آنها را من نگاه میکردم. بله پرتفته رفتم. چندین سالها گذشت، زیرا دائم مست بودی، بیکار بودی، مرا میزدی. مادرمان کجاست گفته پرسند، تو چی جواب میدهی؟ مادرتان مرده است گفتم. دروغگویی نابکار. من از عائله جدا شدم، کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغ‌هایت فاش میشود. فرزندهایم را میگیرم. خیال هم نکن، من اجازت هم دهم نرگس در دولم راضی نمیشود. نرگس کودک بود، به او دروغ گفتی. فراموش مکن، آنها احتیاج به مادر دارند، نه به مثل تو پدری بیناموس. بس خاموش شو. فرار از ماشین. نمیفرایم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت میکنم. فرار از ماشین. فرار. از بچه ها دور باش. میبینیم بعد از این چی میشود. اما که جمال هوشم پریشان. پینار برادر داشته است، اما گفته بود که من و تو برادر شده نمیتوانیم. پی آن دست نمیدانم. پسرم، اگر پینار خواهرت باشد آماده نیست که برادرش را قبول دارد. نمیدانیم که چی ها فکر کرده باشد. انشاءالله هر چیز زودتر یافت می شود. در یک حالت خوب به اصل مسئله را میفهمیم از خواهرت پینار. راست میگوید اما که جمال، ولی به او چی من میگویم نمیدانم. همه کار دنیا از خواست خداست. چی و در کجا همه از روی تقدیر. نمیدانیم که به چی روبرو میشویم. این گفته‌هایتان درست است. سبب دوی آتش شد و من به خانه نرگس وارد شدم. فاجعه این عائله مرا به کجاها برد. شکر نجات یافتند. شناختم. همان راننده تاکسی نیست؟ همان راننده ای که رانندگی را بس کرده بود و حالا حاضر دوباره سر کرده است. بله اما که جمال. بخیر باشد. در رانندگی یگان دشواری به نظرش نمی رسد؟ در کارش کمبودی نیست، برعکس بهبودی به چشم می رسد. به خودش اعتماد دارد، با جرأت تاکسی می راند، خود را خوب حس می کند. شکر همش خوب است. حیات با پستی و بلندی پر است. من در راه راست هستم. کارم خوب است، خاطرم جمع. بزرگانمان میگوید که از منمنی ها ما به جایی نمی رسیم. برای چی؟ وی خطاگی هایش را فهمید. نوشاکی های مسکننده به او بدبختی آوردند. به فکرم دیگر هیچگاه به این راه نمی رود. آهسته آهسته در زندگی راه خود را می یابد. خیلی عجیب. تا آمدن تو کاری را آغاز کرده بودم. آیدی موضوع ماست. فکر تو چیست؟ برایت جوابش را خودم میدهم. بفرمایید. معنایش دشمنی اشدی تو در میان دو ابرو است. بین دو ابرو را دیده نمی شود، اما هیچ کس این را به نظر نمی گیرد. بین ابرو را تنها در آینه دیده می شود. با آینه خوب ارتباط کنده شود، دیده نمی شود. انسان آینه را که دائما عیبش را نشان می دهد همیشه مد نظر می کند. بر دوام نگاه کردن به آینه دشوار است. بله، معمایی را با آسانی حل کردن گفتن منیست. حلی نادرست هر یک معما زمین یخ کرده ای را می ماند که هر لحظه انسان را می تواند از پای افکند. پس چه چاره؟ آینه وجدان را که دائما با نفست روبروز کشاده نگاه دار تا وقتی افتیدن از دستت گیرد. با رفیقان همیشه خوب بودن، وگرنه نفس بر انسان غالب می آید. انسانیم با بعضی ضعیفیمان. اگر باز با دردمون تنی تنها مانیم
ягон дӯсте ёфт накунем дар чунин аҳвол кӣ наздик мешавад? дуруст. دروغگویی نابکار. من از عائله جدا شدم. کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغگویت فاش می شود. فرزندهایم را می گیرم. دادم جواب نمیدهد. در کار است ممکن. لیکن زادروز رو میداند. خوابشان برد. میخوابانیم. باز از کجا پیدا شدی؟ همه خوب بود. از کجا برآمدی؟ لعنت به تو آخیر، لعنت. فرزندهایم را میگیرم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت میکنم. دادم اومدن. در اینجا تفلک زادروز دارد؟ معلم بیایید خوش اومدیم. معلم زحمت کشیدید. مرحمت. سلام مراد. سلام معلم. آقای یشر نیستند؟ معلم دادم ناومدن. آیشه غمگین شد، بر وقت خواب رفت. به اون کس زنگ نزدید؟ زنگ زدم اما جواب نداد. خواطر شدم. یا خدایا. دختر جان. دادا عرق نوشیدید؟ شما رو پرستاری کرده نمیتوانم، پدری کرده نمیتوانم. اما کی یشر؟ دادا چرا نوشیدید؟ چرا بعد اینقدر وقت باز نوشیدید؟ اوه معلم علی، خوش آمدید. گذارید چی خوش آمده. یک روز مادر توید شما رو از من گرفتن خواهد. میروید؟ دادا چه ها میگویید؟ مادرم مرده است. من این زن رو میشناسم. کی؟ در ماشینم نشست. در ماشینتون؟ آقا یشر این خیلی مهم است. او را به کجا بردید؟ دادا؟ نفر با او بود. دادا؟ با آنجا بردم. دادا؟ اما کی؟ آقا یشر. دادا؟ آقا یشر. اما کی یشر؟ آقا یشر. آقا یشر. مراد دکتر رو جب زن. دادا؟ آقا یشر. آقا یشر. دادا؟ با پدرت برو.
شما اینجا باشید. رفتیم. بیاید رفتیم. از دستمون هر چی می آمد اجرا کردیم. عصبش از نوشاکی آسیب دیده است. یک ضربه روانی جدی دیده است. انتظار می‌شویم. حیاتش در خطر است. کی به حالت گپ زنی میآید؟ آقای دکتر، یک مسئله جدی به این خاطر نمیدانم. یعنی حاضر جواب نمیدهم. از حد زیاد نوشیده است و گفتن مشکل است که بیمار کی به خود میآید. انتظار می‌شویم. فهما؟ انتظار می‌شویم. به هر حال برای پهن کردن اعلان‌ها به مطبع سپارش دادم. دعا کنیم که به هوش آید. اگر به هوش نآید کار دوباره می شود. پینار گفته بود که دختر خوانده است. در چند سالگیش به خانه شما آمد؟ در 5 سالگی. کودکی پینار چگونه بود؟ بسیار بازی میکرد. پینار کودکی بهترینی بود. در حقیقت دویمو من بیادبی میکردم. او باشد خاموش بود. او باعث زحمت شما نبود؟ نه. یک چیز در یادم است. یک ثبت عجیبی داشت. هر شب پیش از خواب
آن رو گوش میکرد. ثبت؟ بله. ولی پیش از خواب میترسید. خیلی سوکین میشد. ساکشون همه جا تاریک میشه من میترسم. خیریت که سبت ویران شد ما هم راحت شدیم. خوب چای نوشی میروید؟ خدا حافظ. خوب خدا حافظ. احوالت چی خیر؟ ازش خوب هستی؟ میدونی که در نزدم بودنت خیلی مهم است. نه نمیدونم. نخواد؟ ها البته، لیکن گفته نمیتوانم. شرم میدارم. با امیدی من از درس زیر نمونی. بعد از درس نزدت میایم. مالش. نرگیز، لبای سخنهایی که پدرت آیدی مادرت گفت مست بود. چه گفتنش را نمیدونست. مادرم مرده است. مرگش را قبول نمیکند. پند کنیم در امرو جان. دقت بچه ها شما وضعیت رو خیلی خوب میدونید. خانم پنور حالا یافت نشدند. اگر این اعلان ها رو چقدر زیاد پهن کنیم همون قدر امتیاز یافتن پنور خانم زیاد میگردند. 10,000 مبلغی خیلی کلان. خیلی خوب پولی کلان با این کار همراه میشوی؟ به عقلی نکنید. نفری رو که پلیسا نمیابند شما میابید. میابید یا نه؟ برق تو هم با ما کمک میرسونی؟ البته معلم، لیکن من برای پول و مال نه. اعلان ها رو پهن میکنم اما شرطی دارم. چی شرط بوده است؟ با من خوراک خوری میروید. خوب برق، اگر تو به جستجوی خانم پینار کمک رسانی تو رو با کدام خوراکی که میخواهی ضیافت میکنم. برق راضی هستی؟ بگوی. از این چیز بهتر است. قبول. باقی مانده اعلان از شما. بچه ها رفته باقی مانده اعلان ها رو از اتاق معلمان بگیرید. معلمم میگه راضی شد. التجا دارم این کارو نکن. با گفتی تو کجا شدنش ممکن؟ با کشتنی من. خیر تو بزدید؟ در اینجا ما را هرگز نمی‌یابند. به فکرت ما در کجاییم؟ دیگر حاجت انتظاری نیست. او به هوش نمیآید. به فکر من هم اینقدر وقت ما راستی بیهوده گذشت. درست میگید معلم علی. ما میرویم. اختیار دارید. من همینجا میمونم. نرگس را تنها نمیگذارم.
بدار شد. محمد، آیشه، نرگس. من اینجا هم دادم. من در کجایم؟ چی شد با من؟ در بیمارخانه. خاطر نشوید، همش خوب است. بگویید پینو رو دیده اید؟ کی رو؟ این رسمی کیست شما میشناسید؟ این دختر با نفر به تاکسی سوار شدند. آقا یاشار آنها را تا کجا بردید یادتون هست؟ من با مکتب بردم، با مکتب نرگس. جای آخرینه که ما جستجویش نکردیم معلوم می شود که مکتبمون. وقت خیلی کم. آمدن یاسمین نزدیک می شود. کنی پیش از مرگت یگان چی گفتن می خواهی؟ کشتن من یاسمین زینم نگردن موخی. کار را دشوار نکن، همه چیز زود انجام یابد. کمیسر یافتین، زود با مکتب گروهی روان کنید. التماس زودتر. با دقت باشیم. اگر در اینجا بودن ما را حس کنند، بغیر از پینار باز به دیگر طلبه ها نیز فلاکت تهدید میکند. کمیسر، همه بنا را در اختیار تو گذاشتم. یگان مسئولیت را به ذمه نمیگیرم. اگر به طور ما یک طلبه ضرر رسد. شد محترم مدیر. عمل را سر میکنیم. اطاعت. دوستان فکر میکنم که این اعلان ها رو در همه جا پهن کنید. این آدم در دو عالم دیگر به این طرف خود نمیگردد. راست میگوی جورا. دیوانه رو نپیش کرده بودند. دوباره در اینجا نمیگردد. همین خیر میگوید. چیزی در خفه نیست؟ من هیچ نمیفهمم که این احمق با کدام عقل باری دوم معلمه پینا را بیدزدن. نرگس چیکار کرده باشد؟ این زن شما رو میپرسد خانم نجمیه. نسرین این تو هستی؟ منم نجمیه. وای 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 چند سال شد که یکدیگر رو ندیدیم. کجاها رفتی که دوباره نآمدی؟ یگان وقتی مناسب صحبت میکنیم. با دقت مرا گوش کن. یاشار به کودک ها گفته است که من مردم. میدونم. آخر تو که به نام نشان شدی بیچاره یاشار دیگر چی میگفت؟ یاشار کاری خواستش را کرد. به کودک ها خیلی هدیه روان کردم، لیکن همش را پس گردانید. آن وقت دست کوتاه بودم، به پدر محتاج بودم. نباشد گیر فرزندهایت را. والله به مادر کلان شدن. نرگس هم بسیار عصبی است. نمیدونم چی میشود. میدونم از من نفرت میکند، اما چی که نباشد من مادرش. این کار تا کی دوام میکند؟ واخوری باید کرد. بعد جنجال با یاشار دیگر به آن خانه نمیروم. بهترش در همین جا واخوریم. نباشد بیا در اومدن نمیموند. محمد ما زنه که بیچاره در آید وگرنه از راست ایستادن هوشش میرود. شد مایل است گذارید. ای خدا نقص کردی که آمدی. به خدا که نقص کرد. دادا
چرا باز نوشیدید؟ چه غم دارید؟ خطا کردم. شیطان را گوش کردم. فکر کردم دردم سبک می شود. چرا این فکر کردید؟ روزی خورسندی همون بود. مرا ببخش. ده دقیقه. ببخشید. مرحمت خاله جان. من نسرین کراچ، مادری نرگس شنروی، صنفش رو میخواستم. رحمو یک دقیقه. دادا وعده دهید که دیگر هیچ گوه نمی نوشید. التجا دارم دیگر ننوشید. وعده میدیم. غیر شما هیچ کس نداریم. چی شد دادا؟ دخترم یک چیز میگویم. مبادا مادرت روبرویمون آید. باز به این موضوع برگشتیم. شما را از من گیره چی کار میکنید؟ زمانی که ما رو پرتافت رفت مادرم برایم مرد. دادر و خواهرم رو من و شما کلان میکنیم. کودکان مادرم رو حتی در یاد ندارم. بخشش داده جان. مراد دادم به خوش آمدن. خرسند شدم. چرا این خیال کردی؟ چرا؟ دوست میشمردمت. و یکدیگر باور میکنیم. چرا درباره مادرت دروغ گفتی؟ چرا گفتی که مادرم مرده است؟ مادرم مرده است. نباشد کیست آن زن در نزد کاتیبه؟ من مادری نرگسم گفت او. این آشنا تازه است. شد. در کجا باشد؟ پینار را در کجا پنهان کرده باشد؟ شاید جایی است که کسی آنجا را نمیداند. در انبار. انبار. سنجر یافت شد. سنجر در انبار. همه گروه را به طرف انبار فرستید. خوب شده است. امره پول از ماست. چی گپ شد؟ بیایید زودتر. ایستا کجا میگریزی؟ نترس همش خوب میشه.
ایست ایست نگریز نگریز ایستو میپرونم ایستو چه بیا مراد نزدیک نشود عقلی نکن نزدیک نشود دختر رو میکشم گفتم میکشم نرگس نزدیک نشود معلم دختر رو سرده گفتم یاسمین رو به من بیاره وگرنه این دختر میمیرد نترس نرگس نزدیک نشود شد یاسمین رو فریاد کردیم حاضر میآید به من فرق ندارد دختر رو رها کن میکشم گفتم او رو میکشم دف شوید ایستید نروید دخترم را سرده التماس میکنم دخترم را سرده و خوبی نزدیک نشود گفتم که او را میکشم نرگس دخترم سرده مرا بگیر دخترم را آزاد کن نشود میگویم میکشم آخیر دف شود مرا بگیر آخیر دخترم را آزاد کن هدفت عمیق باشد میپرونی اگر دختر رو سر ندید میگویم که دور شود از من میکشم اینجا بیا دف شود همتون میکشم او را میکشم گفتم میکشم دف شود میگویم داره سر ندید مادری من مرده است شفای کامل میخواهم تشکر معلم وقتتون هست رفتیم خیلی مونده شدیم آن کارهایی که برایم کرده اید شنیدم برای خدمتتان تشکر کاری نکردم خیریت شما رو سلامت از دست این دیوانه خلاص کردیم معلم بعدتر مورد این موضوع با شما صحبت کردنیم خیلی خوب موضوع چیست؟ تشکر پینو خودت رو مونده نکن دیگر وقت صحبت میکنید این برای شما بیا زودتر میرویم تشکر معلم آچه این رو میموندید این از کجا برم این دیوانه در تک بینی هم بوده است ما ندانستیم مادری نرگس پیدا شده است بله دروغ گفته است بعد آن حادثه پرچله و این خود واقعه ها عادت کردیم شوخ است مرد بیا از حد نگذران معلم بچه ها یک دقیقه فکر میکنم این کاری کرده سنجر برای شما درس عبرت شد با انبارها باید دقت داد برق هم در حقیقت جسور بوده است معلم در مکتب کامیراها باید گذاشت درآمد و برآمد را جدی نظارت باید کرد همه اینها محدودیت دارند خواهد موضوع را باز هم جدی‌تر ببینیم
برای همین یک سورپرایزی برایتان آماده کردم. طبع همه باریده است و از این رو خواستم سنجش گذرانم. البته اینکه هم امتیازی است برای پیشرفت بهای شما، چون این امکانات در حیات انسان بسیار می شود. سوالها مشکل نیستند، من کمکتان میکنم. با اون کسانی که کوشش میکنند یاری را برایتان البته دریغ نمیدارم. همینش نمیرسید. معلم چی گپ خودش؟ به این سوالها نیز جوابها هستند. اطمینان دارم که شما از آنها واقف هستید. طوری که گفتیم با طبع خوش کمی زحمت کشید و 2 برابر بها گیرید، یعنی 5 و باز 5 تا آخری درس وقت در اختیار شما. شوخی میکنید؟ من امروز سخاوتمندم. افسوس کسی سزاواری بهای اعلا نشد. یعنی چی خیلی؟ سزاواری کدوم بها معلم؟ شوخی خوبه بود معلم. در آخر شما هم درس رو مسخره کردید. من درس رو مسخره نکردم. شما خودتون جدی نبودید. حتی برای رو بردار کردن به شما امتیاز دادم. حالا باشد کمی به من دقت کنید. چیز بهتری که در حیات مشاهده می شود این آموختن دنیاست. وگرنه فریب و نیرنگ هم قدم ما می گردد. دنیا به ما چطور می نگرد و ما در جواب او چی می گوییم؟ ما برای خودمان معما هستیم و خود را همیشه محکوم می کنیم. ناامیدی ها پیگیرمان می شود. این برایمان حقیقت تلخ است که پشیمانی ها می آورد. چی می خود؟ حقیقت را. ممکن کم پول برای خاموشی. حقیقت است. من مادری آیشه. تو آیله یا دوست داشته نداری؟ بگیر. پدرشان نمیگذارد که با آنها بخورم. تو مرا بفهم. اینها همه شوخی بودن، فهمیدی؟ من شوخی کردم. با کسی چیزی نگوی، میلش. بعضی ها راه نادرست را پیشه می کنند، ولی برای بعضی ها که از نزدیکانشان دورند یک فاجعه دیگر است. اما ما آنچه را که در دل می پروریم همان را دیدن می خواهیم. فریب های خورده همان نیز عیان می گردند. حالا درس امروزه همان را خاتمه می دهیم بچه ها. بعدا برایتان یک سنجش دیگر پیشکش می کنم. برای کودکهایم اومدم.